بر مدی مصطفی و مجتبی بگشا زبان، آن رسول هاشمی، آن شافی روزی جزا، آن شفاعت خواهی امت خاتمی پیغمبران، آن که از روی زمین و آسمان ها درگذشت، بر براق تن روش و جبرئیلش در اینان، دین و پاکیزه تر از جمله دینی انبیا، رای او روشن تر از رای همه پیغمبران. بشنوید و تا بخوانم من یکی اعجاز او، که شنیدن تازه گردد مرد تو را روح روان. در دمشق از مرد کافر بود جبوت، دولتی بسیار داشتیم کنیز و چاکران، لیک دشمن بود مصطفی را آن لعین، بغضی احمد داشتی اندر میان مغز جان. آن جوودک را یکی همسایه درویش بود، در حقیقت بود فارغ از همه سود و زیان، پیروی دین نبی بود و بطاعت روز و شب، بود با شوق مولودی احمد در جان، تا که زر بودش نمی کردی هیچگاهی او دریغ، سال به سال مولودی احمد بکردی آن جوان، چون که از مال جان در دستشان چیزی نماند، بینوایی می کشیدن روز و شب آن مؤمنان. آنچنان افتاد کار تاست شب و فاقمان، گوش نخفتن با عیالش تا و صبحان صابران. آن جوودک را کسی از آلشان آگاه کرد آن مردی مسلمان را در آن شب میمان، نان بخوردند و به هم دیگر بکردندی سخن، آن جوودک در میان آورد رمز امتحان، گفت برگو ای مومن تو از احوال خود، تا چگونه مگذرانی روز و شب میکن بیان. گفت از احوال درویشی خود چیزی ببی، ترمی شد روی آن مومن ز آب دیدگان. گفت و برنارا جوودک این سخن بشنو ز من، آنچه من گویم بکن وارسته گردی از غمان. روز دین مصطفی برگرد دین ما گزین، دین موسی گزین و تا که باشی شادمان. بیشمارت زردی هم نیمت فراوان مرد تو را، دایما خوشنود باشی با عیال و خاندان. آن جوان گفتا معاذالله مگو با من چنین، کی بگردم من ز دین خواجه پیغمبران، گر نبودی یقین نعمت که خوردم من ز تو، سینه‌ات را پاره می‌کردم به خنجر این زمان. آن جوودک گفت جوان را کین بکن کاری دیگر، دختری داری به خانه بس حسین و نوجوان، تو به من بفروش آن دختر بکن دینت ادا، نظر مولودی احمد را بکن در این زمان. آن جوان گفتا جوودک را مرا دستور دی، تا بگویم با عیال خود من این رازی نیان. پس بگفت و با عیال خود اران چی گفته بود، زن بگفتا زینهار ای مرد مومن الامان، تا که نفریبد تو را ناگاه شیطانی لگین، از من و این جان برباد ندی آن جان. من به درویشی و بی چیزی تو قانی شدم، و نگردی از محمد پیشوای این سجان. آنچه باب و مادرش می گفت دختر می شنید، با پدر گفتا بیا فکری دیگر کن این زمان، رو مرا بفروش در بازار فردای پدر، تا نماند بر شما تنی جوود بدگمان. آنچه باشد در بایم نزد پیغمبر کنید، زان که مولودی نبی دین از بنای امتان. مادر و بابش ز دختر چون شنیدن این سخن، شد دلیشان غمین و چشمیشان خونفشان. مادرش گفت جان مادر چون که بفروشم تو را، بی تو آرامی دلم نبود با عالم یک زمان. کی کسی دیدی که فرزندی خودش بفروخته، تو جدا از ما بگردی ما جدا از تو چی سال. دخترت گفتم فدا کردم بر احمد جان دل، هر دوشان گشتن از گفتار دختر شادمان. روز دیگر دختر و مادر بکردند ودا،
سوی بازار آمدن امرای بابی خود دوان. گفت با دلال تو بفروش فرزندی مرا، سعی کن تا شهریان از تو خرندش این زمان. دخترک را آن زمان بابش بری دلال داد، هیچ کس نخرید او را در دمشق از شهریان. منتظر بود مشتری نوجوانی در رسید، از سوی بصره یکی مردی امینی نوجوان. زربری دلال داد و زو خرید چون کیورا، دستی و بگرفت گفتا میبرم در بصره آن. زنان ای باب اگر مادر مرا جوید ز تو، قصه یعقوب و یوسف کن زمان پیشش بخوان. خود امیدانی که او را غم گسارش من بودم، چون بود بر سوی فرزندم خیالی مادران. پس ودا کردن رفتن سوی بصره آن زمان، قدیان مسکین بگشتی از غمی دختر کمان. با لب خشکود و چشمی تر به سوی خانه شد، ضربه پیشی زن نهاد و کرد رازی دل یاد. مادری دختر چو زر را دید دختر را ندید، از جانش برآمد همچو آی بی دلان. از برای راحتی ما رنج خود کردی قبول، شاد باش ای دختری پاکیزه دین پاکیزه جان. این بگفت و نعره زد بعد از آن بیهوش شد، همچو مرغی نیم بسمل می تپید در خون تپان. چون که شد بیبوش آن زن شهرش گفتا کیا، نه فرزند و زن وردو شدم بی خانمان. ای خدای دادگر ای ثانی شمس و قمر، داری از عالم خبر ای دستگیری بی کسان. از برای مصطفی فرزند خود بفروختم، یا الهیم این خبر از من به پیغمبر رسان. بعد از آن از صدق و مولودی پیغمبر بپخت، داد خیراتی به مسکین و غریب و ناتوان. مرد بازرگان کنیزک را به سوی خانه برد، با کنیزی دیگرش بسپرد خود شد او روان. اندر آن خانه که میمان داشت آنجا او بخفت، بشنوید از معجزات مصطفی ای مومنان. چون که شد برنامه خام آنگاه چنین در خواب دید، چون خرامان شد به چشمش خواجه پیغمبران. از فراقت ای احمد بی قرار و بی تابم، از فراقت ای احمد بی قرار و بی تابم. یا منو طلب آجا یا بیا تو در خوابم، یا منو طلب آجا یا بیا تو در خوابم. اندر آن خانه که میمان داشت آنجا او بخفت، بشنوید از معجزات مصطفی ای مومنان. چون که شد برنامه خواب آنگاه چنین در خواب دید، که این خرامان شد به چشمش خواجه پیغمبران. طلعت زیبا و روشن‌تر از شمس و قمر، گیسوی مشکینش افتاده بر روی ارغوان. میخرامید طرف او آن صدر و بدر کائنات، همچو مای 14 بر گرد بوس و تارگان. گفت با برنامه که خواجه پیغمبران، حاجت افتاده مرا ای مرد زیبای جوان. آن کنیزک را که دی بخریده با من فروش، یا به من بخشش برای خالقی هفت آسمان. گفت بنا یا رسول الله ندارم جان خود از تو دریغ، مرکنیزک را کجا مقدار باشد در جان. روز محشر تو مرام از خالقی از آن طلب. گفت پیغمبر یقین باشد تو میشه و شادمان. گفت سید شد قبولم تو را آزاد کن، بی تو نگذارم قدم اندر بهشت جاودان. بی تو نگذارم قدم اندر بهشت جاودان. گفت سید شد قبولم تو را آزاد کن، بی تو نگذارم قدم اندر بهشت جاودان.
اندر این بود و جوان از خواب خوش بیدار شد، تا سحر اندر تفکر بود آن زیبا جوان. چون بشد روز و بیامد نزد دختر شادمان، گفت بر گزال خود در نزد من اکنون عیان. دخترک هزار کرد احوال بابو آنجا بود، چون که بشنید آن جوان شد آب چشمی او روان. گفت من آزاد کردم هم تو را باری رسول، شب به خوابش دیدم و خوندم تو را از خواهران. از تو ویلی تو بدیدم من جمال مصطفی، از تو ویلی تو بدیدم من جمال مصطفی. شاد باش ای دوستدار مصطفی و خاندان. داد و 100 دینار دیگر گفت آزادی ز من. دخترک رفت سوی خانم چو باد دودوان. مادر دختر چو دختر را بدید و شکر کرد، گفت ای سانی توی دستگیر جمله بی کسان. از برای مصطفی کاری بکردیم این چنین، رنج مازایی نکردیم ای خدای غیب دان. بهتری پیغمبران است ای برادر گوش کن، کی کند از بار پیغمبر کسی هرگز زیان. معجزات مصطفی گوید ثنایی روز و شب، شاد باش ای مدعگوی و مدحودان و مدحوخان. هر که این معجز بخواند یا که این را بشنود، یا الهی از غمی ایام دارش در امان. خداوندا به حق جود و فضلت، به حق رحمت و اظهار عدلت، به حق پرتب و نور صفاتت، به حق عزت و اسرار پاکت، به حق کعبه و بیت الحرامت، به حق زمزم و اسرار نامت، به حق روضه پاکی محمد، توفیل آن و اصحاب محمد، توفیل حضرت صدیق عمر، بر روی حضرت عثمان و حیدر، توفیل چادری پیوند زهرام، براری جمله حاجتهای ما را، توفیل هر دو سبتین معلا، روا کن مقصد و مقصود ما را. بیا مرزی روان مرزی آخر، خدایا رایگان مرزی آخر. هزاران درود و هزاران سلام ز ما بر محمد علیه الصلاة و السلام.